به نظرتون معروفترین عینکی که تو سینما استفاده شده کدوم عینکه؟ آفرین، عینک لئونی. ژان رنو تو فیلم لئون حرفه‌ای با نام اصلی خوان مورنو خیمنس در 30 ژانویه 1948 تو کازابلانکای مراکش به دنیا اومد. والدینش اهل اسپانیا بودن، ولی خب به خاطر مشکلاتی که پدرش داشت به شمال آفریقا مراکش مهاجرت کرد. سپس به خاطر علاقه‌ای که به بازیگری داشت به فرانسه مهاجرت کرد و تبدیل شد به یکی از بازیگران محبوب فرانسه. همه ما ژان رنو رو با فیلم لئون حرفه‌ای میشناسیم که تو سال 1994 تولید شد. یه جور قاتل بیرحم ولی خیلی دوست داشتنی بود با اون قلب مهربونی که داشت. به خاطر همین عینک اون تو سراسر دنیا سر و صدای زیادی کرده بود و عینک‌های گرد رو همه به اسم عینک لئون حرفه‌ای میشناختن. این عینک‌های گرد اصلا هیچ ربطی به استایل و مد نداشت، بیشتر شخصیت مرموز و متمرکز و آروم لئون رو تعریف می‌کرد. هنوز که هنوز بعد از گذشت سالها از اکران اون فیلم زیبا، خیلی از آدم‌ها عینک‌های گرد که می‌بینن یاد لئون حرفه‌ای می‌افتن. اگه شما عینکی معروفتر از گرد لئونی میشناسید حتما برامون کامنت کنید، تو ریلز بعدی بهش بپردازیم.